سلام بچه ها، خوش اومدید به پارت چهارم TNG های مختلف خفن در ماینکرافت. امروز اومدیم که TNG ها رو دوباره ادامه بدیم. بله، قرار تستشون کنیم. بریم برای TNT. اول بچه ها قدرتاشو خودتون ببینین، چون من بخوام بگم کپی رایت میخوریم در یوتیوب دیگه. آره، خودتون ببینین دیگه چه چیزایی میخوایم تست کنیم. بله، اوه عجب قدرتی داشت اولی، خفن بود. بله، بریم برای دومی. بچه من جایی که مثلا خیلی اذیت میکنم شما رو کات کردم که دیگه اذیت نشین. بله بچه، دمتون گرم، چقدر صبح میکنین. مرسی، دمتون گرم. بدون شما واقعا نمیتونم انقدر. بچه یه دونه صبح دیگه بکنیم و تبدیل میشیم به 70. یه 30 تا دیگه انجام بدین، یا کم کم، یه جونه تبدیل میشیم به 100 تایی. بعد کم کم شروع میکنیم میشیم 1000 تا. بله انشالله که بشیم. بچه اگه 5000 تایی شیم میخوام برم مپ میو کروش. بله دیگه اگه دوست دارین 5000 تایی بشم میرم مپ میو کروش ببینم چی جوریه. بله دیگه بریم برای TNG بعدی. اوه چی شد؟ درخت دست کردم خفن شد. اوه عجب انفجاری داشت با اوتیش و اینا. بچه بریم ببین که کدوم TNT رو بیشتر دوست دارین. من خودم جلوتر که میریم یه TNT هست اونو خیلی بیشتر دوست دارم. بله دیگه بچه من پست میذارم نگاه میکنین. آخر پست میذارم که بدونین از قبل چی میخوام بذارم. بله پستا رو نگاه کنین حتما. خب بریم برای TNT بعدی. قدرتش خیلی خفن میشین که نمیدونم والا. اوه چی شد؟ خوبه بچه اگه دوست دارین پارت 2 تفنگای خفن در ماینکرافت رو بذارم براتون اگه دوست دارین ها. ما که پارت 1 رو رفتیم، فعلا یه چند تفنگ دیگه مونده بود. اوه عجب انفجاری داشتین، خیلی خفن بود. بله بچه ها اگه من دیدین بعضی از اسمای شما رو نمیتونم بسازم بدونین که یا سخته، البته سختش که کار ندارم با تلاش کنم دیگه، یا اینکه اصلا چی خیلی زیادن یادم میره کدوم. اگه دیدین که من نمی‌نویسم زیاد بگین تو کامنت ها. امروز ساعت همین 4:30 اینا دوباره یه ویدیو داریم، ویدیو کوتاه. اوه عجب این ویدیو داشت. قراره که اسم شما رو بسازم، حالا تو کامنت ها بگین بهم. بله دیگه دیشب هم شاید 2:30 صبح اینا سابسکرایب گرفتم، بعد کامنت هم میذاشتین بعضیاتون. بله دیگه خب چی شد؟ اوه من بیشتر از این آتیشی ها رو دوست دارم، ولی خب اون قدرت هایی که خیلی خفنه رو بیشتر دوست دارم. بچه من با گوشی کار میکنم، اگه میدونین TNT ها زیاد خفن نیست بدونین به دلیل اینکه گوشی اصلا نمیکشه. این TNTش خیلی خفنه، ببینین. اوه چه انفجاری درست کرد، خیلی خفن بود. بله واقعا خفن بود، عالی. بریم برای TNT بعدی که قدرتش یه چی نمیگم بگم یوتیوب قشنگ کپی رایت میزنه ما رو. چی شد؟ اوه ترکید، چرا لگ میزنه؟ بچه اگه براتون سوال دکمه های کنار گوشی مگه انگلیسیه، مثلا دارم این مثلث این انگلیسیه، بدونین که من دستم رو وصل کردم به گوشیم. بله دیگه با دسته دارم بازی میکنم چون خیلی راحت تره. ببین برای TNT بعدی اینم قدرتش خوبه. بله بچه میبین برای چه کپی رایت میزنی، مثلا میگه که این عددا رو نباید در این ثانیه بگی. نه چه قبیل چرت و پرتی داره. بله دیگه اوه 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 بذار دیگه. بچه ها رسیدیم به بمب اتم TNT ها. این رادیو اکتیوی بیشتر، البته این نه باید این دستمه. بعد بهتر دیگه خستمون کردی. اوه 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 چی شد؟
اینقدر بچه فکر کنم این انفجارش کنار آب بود چرت بود یا کلا انفجارش اصلا بوم نبود اونقدری که ما میخواستیم. خوش کنن الان یه چیزی براتون میذارم سورپرایزتون میکنه. خیلی خفنه TNTش. یکی مونده با آخریه. ببینیم چی کار میخواد بکنه. لیتس گو. اوه چی کار کرد. وای اینا چه سیاه شد. چه بال. اون باگ خوردم. خوب بریم برای TNT آخر که دیگه تمومش کنیم و بریم برای بچه ها. اگه دوست داشته باشین تو کامنت ها بگین که هفته بعد پارت اینو الان شدم پارت بعد اینو بذارم. بریم برای TNT آخر. بترک دیگه. اوه ترکید. بچه ها اینم از TNT مون. اگه دوست داشتین لایک و ساب اینا رو بزنین و آره دیگه. آره این TNT ها بود و بله دیگه بدرود.